تیم آبی به صورت پر ریسک با تعداد 9 بازیکن در زمین حریف نشان از میل تهاجمی و نیاز به گل را به ما نشان می‌دهد. اما در مقابل تیم تدافعی که به محض ورود توپ به نیمه زمینش متعاقب فرار پست شماره 10 حریف، پست شماره 6 و ستون جلوی خط دفاع او تخریب می شود. حال یک خط دفاعی 5 نفره شکل گرفته و در جلوی خود محافظی ندارد. این فضای بین خط تیمی فضای مناسبی برای حمله توپ از کانال کناری به آن است که به آن زون 14 و ما به آن گلدن زون میگوییم. حال تیم مهاجم به وسیله حرکت عرضی توپ مدافعان را مجددا تشویق به جابجایی می‌کند. به وسیله پاس به عقب تعداد مدافعان جلوی دروازه را مجددا کمتر و به 4 نفر تغییر می‌دهد، زیرا تیم مدافع به وسیله 5 مدافع تمام عرض زمین را پوشش داده بود و تراکم ارضی را به حد اکثر رسانده. بنابراین 4 مدافع به دلیل موقعیت توپ در کانال مرکزی مجبور به تراکم در کانال مرکزی و رها کردن کانال کناری اینساید و البته هاف اسپیس می شود. اما باز هم با خروج توپ از کانال مرکزی همانند سکانس قبلی پست شماره 6 به دفاع 4 نفره می پیوندد تا مجدداً فضایی در جلوی خط دفاع برای حرکت در عرض به وجود آید. در نهایت با یک شوت که یکی از راه‌های گلزنی به تیمی است که دفاع متراکمی دارد شاهد یک گل زیبا هستیم. اما آنگونه که می‌دانید فضا در فوتبال ارزشمند است و ما هم سازنده فضا را نیاز داریم و هم استفاده کننده از آن. در اینجا اهمیت حضور محدود بازیکنان ایرانی در لیگ‌های اروپایی و تحت تاثیر مربیان مجرب به وضوح نمایان است. ارزش یک هافبک معکوس یا اینورتر که به عنوان وینگ در کانال کناری اما به کانال مرکزی متمایل می شود و حتی نقش یک هافبک مزالا را می تواند ایفا کند که قدرت حمله توپ با هر دو پاره دارد و همونطور که می بینید از جناح راست به صورت ارضی توپ را با پای چپ و راست هم می کند. این بازیکن می تواند هم به وسیله دویدن و هم رانندگی با توپ در کانال مرکزی برای تیم خود مفید باشد. بر هر فضایی که ایجاد می شود می تواند به خوبی استفاده کند. برای آشنایی بیشتر با مزالا به کانال ما سر بزنید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوبی لایف پلاس فوتبال رو دنبال کنید. همچنین برای استفاده از ویدیوها و مقالات فوتبالی تیم لایف پلاس فوتبال در تلگرام عضو بشید و اینستاگرام ما رو فالو کنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.